الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد و آل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا و في كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غیرک. یا رحمان یا الله، نیست ما را جز در لطف تو امیدی، ببخش. نیست ما را جز در لطف تو امیدی، ببخش. ای که بر سینه ها، ای که بر این سینه ها یک ماه تابیدی، ببخش. رفت تا یک سال دیگر باز مهمانت شوم، جمع شد سفره اگر خوبی بدی دیدی، ببخش. ما پشیمانیم، ما پشیمانیم، جان فاطمه ما را ببین. ما پشیمانیم، جان فاطمه ما را ببین. این شب عیدی اگر ما را نبخشیدی، ببخش. فطر ما خوشنودی پیغمبر و آل علی است، مرحمت فرما و ما را در این شب عیدی، ببخش. فطر ما خوشنودی پیغمبر و آل علی است، مرحمت فرما و ما را این شب عیدی، ببخش. از رخت شرمنده ایم این روزها یبن الحسن، پای هر عصیان ما چون ابر باریدی، ببخش. ما پشیمانیم، جان فاطمه ما را ببین. این شب عیدی اگر ما را نبخشیدی، ببخش. السلام علیک یا بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله، یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. سلام مسافرای بهشت، هم نفسای یاد خدا، هم شهریای شهر الله. الهی که حالتون خوب باشه، طاعات عبادات قبول باشه. امروز اینطور که میگن، اینطور که تقویم ها میگن، روز آخر ضیافت الله است، روزی که درب شهر الله به روی من و شما بسته میشه، سفره پرزرق و برق ماه نعمت بندگی خدای بزرگ و مهربانمون جمع میشه و ما یه لحظاتی، دقایقی دیگر با این موضوع بیشتر فاصله نداریم. غرق نعمت خدا بودیم در این ماه مبارک رمضان، هم سر سفره کریم بنده نواز بودیم، هم ما در برنامه یاد خدا و شما از طریق امواج تلویزیونی میهمان بودین سر سفره کریمه آل طاها، شفیعه روز جزا، زینب امام رضا، خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. خدا رو 100,000 مرتبه از این بابت شکر میکنیم که غرق در نعمتش بودیم در این ماه مبارک و خدا کنه که برای همه مردم مسلمان دنیا، مخصوصا
شیعیان و محبین آل الله علیهم صلوات الله در این شیعه خانه اهل بیت به حق این بارگاه مقدس و به حق آشیانه آل محمد بهترین ها رقم خورده باشه و سال پر خیر و برکتی در انتظار هممون باشه، به برکت این ماه رمضان که قرین شده بود بهار قرآن با بهار طبیعت و اون خبر خوشه رو هممون خیلی زود دریافت بکنیم که ظهور و طلوع خورشید ولایت و بهار دلها و بهار مردمان مهدی موعود ارواحنا له الفداست. السلام علی ربیع الانام و نظرة الایام. بفرمایید یاد خدا. خدایی رو دوست دارن که ساخته و پرداخته ذهن اونهاست. این پرچم متبرک که مدت‌ها در گنبد حرم مطهر بوده، انشاءالله به قید قرآن یک نفر ما تقدیم میکنیم با احترام. تعالیت یا مقدر اجرنا من النار یا مجیر. شاکر باشید، همیشه ندیده ها رو نگاه نکنید. کشش داره یا نداره؟ پس اگر یمون بود ادغام با کشش، باید این ویژگی ها رو به جد در خودمون و در زندگیمون ایجاد کنیم. ذریح مطهر عزیزی است که آیت الله بهجت ها، آیت الله مرعشی نجفی ها، آیت الله علامه طباطبایی ها، مراجع، بزرگان، علما افتخارشون این بود که آستانبوس مرقد مطهرشون هستند. خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، عزیزی که 29 روز ما بر سر خوان پرنعمت و کریمانشون مهمان بودیم و انشاءالله که تونسته باشیم بهره‌های فراوان برده باشیم. همین یه عبارتی که امام صادق جان علیه السلام دارن که با شفاعت این بانو همه شیعیان ما وارد بهشت میشن، اگه شامل حالمون بشه برای ما کفایت میکنه. از سرمونم زیاد انشاءالله که نگاه پرمهرشون شامل من و شما بشه. اینی که تماشا کردید پشت صحنه برنامه خودمون و برنامه‌های دیگری که در ماه مبارک رمضان آستان مقدس زحمتش رو کشید و چشم نوازی کرد از هممون. خدا قوت میگم به همه همکارانم در پشت صحنه تو بخش‌های مختلفی که هستن. انشالله انتهای برنامه مفصل ازشون یاد خواهم کرد. برنده روز گذشتمون در قرعه کشی آقای عباس ترکیان عزیز از اصفهان هستن. بهشون تبریک میگم. یک پرچم متبرک از آستان مقدس رو با افتخار تقدیمشون میکنیم. برای عزیزانی که دوست دارن این پرچم متبرک که مدت‌ها داخل گنبد حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بوده قسمتشون بشه، فقط یک فرصت دیگه باقی است که عبارت یا معصومه سلام الله علیها رو به سامانه 301122 ارسال بفرمایند. تا اذان مغرب هم این فرصت هست. 301122 عزیزانی هم که اینجا تشریف دارن میتونن، این امکان براشون هست، عبارت یا معصومه رو به 301122 ارسال بفرمایید تا انشالله نوبت شما بشه در این آخرین فرصت و پرچم متبرک و مقدس حرم حضرت معصومه رو با افتخار تقدیمتون بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد محمدی شاهرودی عزیز، خیلی خوش آمدین. تاعت قبول باشه. پیشم تبریک عرض می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و عزیزانی که در خدمتشون هستیم و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، قبولی طاعات و عبادات و نمازها و روزها و انشاءالله بیشترین جوایز و بهترین جوایز رو فردا دریافت کنن که فردا یوم الجوایزه و جایزه ها رو تقسیم میکنن. حالا دیگه تا اینکه یه عده که اصلا جایزه نمیگیرن و این حسرت و عذاب و رنجی که از این ناحیه شامل حالشون میشه، اگر 1000 سال تو جهنم باشن باز براشون راحت تره تا اینکه محروم باشن از این جایزه فردا. فردا هم که خب جایزه ها با هم فرق میکنه دیگه، تا اینکه هر کس چیکار کرده باشه. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشیم. ان شاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرتمون هست بر زبان ما و پیامک‌های شما جاری بشه و ان شاءالله جلسه مفیدی باشه. آقا امیرون فرمودن که کل یوم لا یصلی فیه و هو عید. هر روزی که در اون روز نافرمانی و عصیان خدا واقع نشه، اون روز عیده. نفرمود هر روزی که انسان خودش گناه نکنه، گرچه هم هست، هر روزی که خود انسان گناه نکنه برای خودش روز عیده، ولی عید اصلی اونه که جامعه عید داشته باشه، در جامعه گناه رخ نده. هر روزی که در جامعه گناهی رخ نده اون جامعه در حال عیده. اما اگر خدای نکرد در جامعه گناهی واقع شد دیگه اون جامعه عید نداره. ممکنه فرد عید داشته باشه، انشالله که هممون عید داشته باشیم. اونم بهترین عیدها که عید بازگشت به حقیقت انسانیت خود انسان هست. خیلی ممنونم انشاءالله استاد عزیز. خب من می‌خواستم بگم که اول از شب عید فطر شروع کنیم که امشب باشه، که یه حس دوگانه‌ای هممون داریم دیگه. یه در واقع افسوس و حسرتی داریم می‌خوریم که اونجوری که باید استفاده نکردیم و ماه رمضان تموم شد و گذشت. یک آهی از نهادمون در میاد خلاصه امشب. از یه طرف هم خب خوشحالیم، شب عیده، فردا روز اهدای جوایز به تعبیر شما. راجع به این صحبت بکنین، راجع به شب عید فطر. تا یه نکته‌ای که فرمودین که فردا روز اهدای جوایز، روز هم برنده هاست هم روز بازنده ها و حسرت بازنده ها، یاد این میافتم انگار خدا سالی یک بار صحنه قیامت رو برای ما به تصویر میکشه. یعنی واقعا صبح روز عید فطر که حالا شما بعداً تبیین بفرمایید ماجراش رو، انگار صحنه محشر به پا میشه. یعنی مردم میان و راه میافتن به سمت مصلا و بعد بر میگردن و اینا. خیلی شبیه صحنه‌های قیامت و عده‌ای خوشحال از بابت اینکه جوایزشون دریافت میکنن و عده‌ای هم غم دیده و نگران و ناراحت و مضطرب که جا موندن از غافل بنده های خوب خدا. سالی یک بار خدا به معنای واقعی داره با ما تلنگر میزنه. امیدوارم که این تلنگر رو ما بگیریم. هر جای صلاح میدونیم. بسم الله. بله. من عرض میکنم که خب یکی از اعمال امروز وداع ماه مبارک رمضان هست. حالا دعاهای وداع زیاد هست، مثلا دعای 45 سیفی سجادیه تو اقبال مرحوم سید 4-5 تا دعای وداع مفصل آورده. اما ساده‌ترش همینه که اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا هذا و ان کان آخر عهدنا فاجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین. خدایا این روز رو، آخرین این ماه مبارک رمضان رو، آخرین ماه مبارک رمضان عمر ما قرار نده. اگر قرار دادی ما رو جزء کسانی که مشمول رحمت هستن قرار بده، نه کسانی که محرومن. نکته بعد این که همینطوره یکی از معانی فطر همین بازگشت به فطرته. یکی از معانی این که خود عید هم به معنی بازگشته از عوده. چون انسان مؤمن یک ماه روزه میگیره، پاک میشه مثل روزی که از مادر متولد شده. که از مادر متولد شد پاک بود، بر فطرت الهی متولد شده بود. کل مولود یولد علی الفطره. الان هم دوباره شد مثل همون. ولذا تو بعضی از جاده بهش میگن عمل از سر گیر. حج هم همینطوره. حاجی اعمال انجام میده، از گناه بیرون میاد، میشه مثل روزی که از مادر متولد شده بعد عید میگیره.
وقتی کارش تمام شد عید میگیره. اینجا هم همینطوره. کسانی که روزه گرفتن و عبادت کردن اینها به فطرت الهیشون برگشتن و پاک شدن و لذا این عید به معنای بازگشت به حقیقت انسانیت انسان است. حالا برای کسانی که بر نگشتن به فطرتشون دیگه عیدی نیست، بر نگشتن، بلکه در همون مسیر حیوانیت دارن ادامه میدن، عودی در کار نبوده. راست می. اما راجع به این که شبیه محشر همینطور، اصلا دنیا سراسر همینطوره. نداشته باشید اون جهنمی که شما شنیدید 2 تا چهره داره. یه چهرهش همین خود دنیاست که ما از تو جهنم داریم عبور میکنیم تا بریم به بهشت برسیم. یه چهرهش همون چهره آخرته که خب عده‌ای که عرض کنم وظیفه‌شون انجام نداده باشن اونجا گرفتارن. هر روز محشره، هر روز محشره. منتها بعضی روزها این محشر بودن بیشتر خودشو نشون میده، مثل همین روز عید فطر که شما فرمودید، چون فردا کارنامه ها رو دست انسان میدن. یه عده خوشحالن میگن که ها مقرأ و کتابیه، باید بخونید ببینید چه نمرات خوبی گرفتن. یه عده میگن کاش این کارنامه من نبود، کاش بین من و این کارنامه بین شرق تا غرب عالم فاصله بود. وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره. 2 تا چهره فردا داریم. چهره شاد که وظیفه‌شو انجام داده، فقط افطارش چیز صبحانش مقدار زودتر خورده، نهارش هم چیه یه مقدار دیرتر خورده، دیگه اتفاقی که نیفتاده. اینا فردا شادن. و کسانی که از این فرصت استفاده نکردن و نامه عملشون نامه روحوزگی است، چهره‌ها فردا غمگین، آلوده، غبارآلود و خار و ذلیل خواهد شد. همینطوره. خیلی اینها با هم شباهت دارن. از کردم اصلا یکی از معانی عید، یکی از معنای فطر هم همینه. فطر چند تا معنا داره. یه معناش معنای خود باز کردن روزه، چون فردا روزه حرامه، میگیم افطار کن. افطار کرد. بله. یه معناش معنای خلقته. انسان با ماه مبارک رمضان روزه گرفتن برمیگرده به اون خلقت انسانیش که خلیفه خداست. یک معناش معنای عرض کنم خود فطرت هست، چی معنای آفرینش هست. عرض کنم خالق میگیم فاطر السماوات و الارض، افلا شک کن فاطر السماوات و الارض. یک معناش هم اونه. پس به هر حال با عید فطر انسان‌ها به اون اصل خودشون برمیگردن. اونهایی که انسان بودن، نه داشته باشید این مسئله خیلی مهمه، اونهایی که اون وظیفه عبودیت رو انجام دادن، اونایی که بندگی کردن، اینها برمیگردن به اون فطرت الهیشون. اونایی که بندگی نکردن خب اونا دیگه راهشون همون مسیری است که داشتن میرفتن. و همین دلیل هم شباهت هست و به همین دلیل هم اعمالی هم که انجام میشه به همین. مثلا گفتن که تا میتونید به جز مکه نماز عید رو برید بیرون بخونید. بله بله. اون صحرا بخونید، زیر آسمان بخونید. حتی قسط رو گفتن اگر میشه از نهر آب قسط. همه اینها یعنی که از این زرق و برق‌های موجود فاصله بگیرید، برگردید اون صحرای محشر که هیچ کدام از این زرق و برق‌ها وجود نداره. شباهت زیاده. خیلی خوب. یه ذره احساس میکنم که اعمال عید سعید فطر یه مناسکیه انگار واقعا. یعنی مثلا تو روزها و شب‌های دیگه اعمالی که ما تو مفاتیح نگاه میکنیم یه سری انگار ظاهرا یه سری اعمال فردی هست که برای پاکسازی و تزکیه اینا انجام میده، ولی برای عید فطر انگار یه بروز و ظهور بیرونی هم داره. همین که اشاره فرمودید آقا بیاید دست جمع توی فضای باز زیر آسمون باز، بعد صبح افطار کنید، نمیدونم این تکبیرات رو بگید و از کاری که داره رو بگید، از شب قبلش حتی بگید، نمیدونم زکات فطره بذارین کنار، نمیدونم بعد توی نماز عید فطر شرکت بکنین با اون تکبیرهایی که داره و میبینین انگار که یه اتفاق خیلی بزرگی داره روز عید فطر میفته و همه اینا حاکی از اونه و یه جورایی هم پیام وحدت رو. یعنی ما الان 2-3 روز از روز قدس گذشتیم که یکی از مهمترین پیاماش وحدت بین مسلمان هاست. به نظرم یکی از مهمترین چیزایی که توی عید فطر برای مسلمان ها جلوه داره اون پیام وحدتشه. اگه صلاح دونستین راجع به اینم صحبت. بله، روز عید فطر در واقع اصلا عید، اصلا اسلام کلا به چه اجتماعیش
میچربه به چه فردی. حتی نماز فرادا هم که میخونید میگید ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم، به جمع میبندید دقیقاً، چون به چه اجتماعی است. اما به چه فردیش هم جای خودش هست. نسبت به عید با توجه به این که در واقع یک روز رسمی تحقق عظمت اسلامه، میگیم که اللهم انی اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی الله علیه و آله و سلم ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا. این برای رهبر، برای امام فردا روز کرامت و زیادت و شرف و این چیز هاست، عزت و این چیز هاست. بعد هم که دعاهایی که خونده میشه خیلی زیباست. بله جنبه اجتماعیش قوی هست، البته جنبه فردی هم داره. بنابراین امشب اعمالی هست مثل زیارت آقا سید الشهدا سلام الله علیه، مثل غسل و اون نماز 1000 قل هو الله که خیلی سفارش شده. دوستان میتونن اون نماز رو ایستاده شروع کنن، یه قل هو الله بخونن، بشینن، قبل از این که بخوان برن به رکوع بلندشن، حالا یه قل هو الله دیگه بخونن، یا نه بلندشن از رکوع برن از ایستاده برن به رکوع، نمازشون نماز ایستاده حساب میشه. نماز 1000 قل هو الله رو میتونن به این شکل بخونن که نماز یه لحظه از ایستاده شروع کردی نشسته، گفتم شاید به حالت خوابم بخواد برسه به اونجا، پس نمیکشه دور برمیگرده. نه نشسته اون بقیه رو میخونه بعد بلند میشه از ایستاده. بعد از 30 روز روزه‌داری و خستگی و اینا نمیدونم حالا کسی بتونه این کار، ان شاءالله که نه قوتش رو بده. مشکل نداره، خیلی ثواب داره، خیلی ثواب. 2 ساعت هم بیشتر طول نمیکشه. بنابراین اعمال امشب رو دوستان پاس بدارن، اعمال بسیار مهمی داره. فردا هم که همینطوره. یکی از مباحث خیلی مهمی که حتما باید بهش توجه بشه این بحث زکات فطره هست که خیلی تاکید شده تو قرآن. هم اول زکات رو گفته بعد نماز رو. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی. اول میگه زکات بدن بعد میگه نماز بخونن. ولذا باید کسانی که میخوان نماز بخونن اول زکاتشون رو داده باشن. از همین امشب مغرب هم میتونن زکاتشون رو بدن تا قبل از نماز اگه میخوان نماز بخونن. اگه نماز نمیخونن تا قبل از ظهر باید زکات فطر رو داده باشن یا حداقل کنار گذاشته باشن. و اینم مسئله مهمی است. همین زکات فطر خیلی مشکلات رو حل کنه اگر همه کسانی که متمول ها خوبه که ارقام بیشتری بدن، به حداقل بسنده نکنن. خب قوت غالبشون که غالبا برنج و بلکه خاویار هست، خب چه اشکال داره که البته خاویار پولشو بدن نه خودشو. چه اشکال داره که ارقام بالاتر رو بدن که دست فقرا گرفته بشه و اونم شاد بشن فردا. آره. خیلی خوب، خیلی جای تأمل داره. حالا من دیدم یه ریزکاری‌ها رو در نظر گرفتن، مثلا دارید از خونه به سمت مصلی میرید با طمأنینه، با سکینه، با آرامش قدم بردارید. حالا غالبا ما برعکسشیم، یعنی زدیم زیر بغل این سجاده و اینا رو بودو میخوام برسیم دیر نشه و خوابالو فلان حرفا. ولی چیزی که سفارش کردن خیلی گفتن با طمأنینه برید و بعد عیدی دادن و لباس خوب پوشیدن و اینا همش اعمال عیده و همراه هم شده با عید نوروز و انشالله که خدا توفیق بده هممون خیلی خوب بتونیم اعمال شب و روز عید فطر رو انجام بدیم. یه فاصله بگیریم و برگردیم. یه سوال مهم دارم خوام بپرسم، اشکال نداره؟ نه خیر. بریم عرضم به حضور شما که یه جای خوب دوستان ما رو ببرن بیایم با شما هست. بفرمایید. درد و دل زیاده و فرصت کم، من که تازه اومدم کجا برم؟ واسه من هیچ جای دنیا نمیشه گوشه دنج شبستان حرم.
بنت ولی الله، یا اخت ولی الله، یا عمت ولی الله. الهی که خیلی زود قسمتتون بشه آستان بوسی این حرم مطهر که یک در از درهای بهشت، به نقلی 3 در از درهای بهشت از این شهر مقدس، شهر حماسه و عرفان و شهر عقیده و جهاد، قوم مقدس، هاتون باز بشه به این شهر و به این حرم مطهر و آسمانی و انشاءالله نایب الزیاره ما هم باشیم. خب یه سوال مهم عرض کردم میخوام بپرسم، اونم اینه که خوشبختانه با اومدن ماه مبارک رمضان مسئولین امن میگن آمار تخلفات و جرائم به طرز محسوس و ملموسی میاد پایین، همینجوری با یه شیبی میاد پایین. متاسفانه با اتمام ماه مبارک رمضان این شیبه دوباره میره به سمت بالا. چیکار کنیم این شیبه حداقل همونجوری بمونه دیگه، بالا نره، یعنی بعد ماه رمضان این نورانیت، این سپیدیه بمونه، کمتر آلودگی بیاد سراغمون. هم دوباره بعضیا 2 ساعت بعد، بعضی یه روز بعد، بعضی یه هفته بعد شیطون میاد کلا جیبشونو میزنه، جیبمونو میزنه. چیکارش کنیم؟ بله، چند نکته رو عرض می‌کنم که مسئله خیلی مهم هست. نکته اول این که اصولا دینداری، باور بر معاد، باور به خدا این خاصیت رو داره که حتی اون منحنی جرم میاره پایین. ماه محرم هم همینطوره. موقعی که ایام مذهبی میشه خود به خود این در واقع اون اثر میدانیشه، وگرنه حالا اثر اخروی و اثر اجتماعی. برای این از آثار و از خواص دینه که اگر دین حاکم شد جرم و جریمه کم میشه. درسته. نکته دوم این که خب تا حالا شیاطین به قول و زنجیر بودن دیگه. بله. از امشب دیگه باز میشن. در نتیجه خب اونا دیگه فعالن و خیلی فرق میکنه با حالا. خدا به دادمون برسه. بله. نکته سوم این که خب این ماه مبارک رمضان افراد توشه گرانسنگی به دست آوردن، جواهراتی به دست آوردن که فقط شیطان قیمتشو میدونه. خب وقتی شما یک جواهری بخوای هم کنید، دزدها و غارتگرها و سرگردن بگیرها شما رو تعقیب میکنن. یه عده گانگستر هستن که فقط کارشون چیه؟ دزدی دیگه. بله. شیطان همینطوره. شیطان دنبال کسانی راه میفته که این کوله‌وار معنوی گرانسنگ رو دارن، چون تا ماه مبارک رمضان اون میدونه که خلق الله چی گیرشون اومده، میخواد اینو به سرقت ببره و رضا دنبالشون میفته. چه کار کنیم؟ ماه مبارک رمضان گاهی سوال میکنن چرا 1 ماه؟ از چون تو این 1 ماه اون مقدار انرژی، شارژ، نمیدونم معنویت که تا 1 سال بس باشه رو انسان کسب میکنه. یعنی خوراک 1 سال معنویت رو انسان تو ماه مبارک رمضان کسب میکنه اگه نگه داره. چطور از دست انسان میره که انسان گناه کنه؟ گناه آفتی است که این شارژ رو از بین میبره. امام سجاد فرمودن که بادروا بالحج و المعتمر، از کنم که قبل ان یخالطوهم الذنوب، سریع برید سراغ دیدن حاجی ها و عمرگزارها قبل از اینکه با گناه قاطی بشن. این مکه که رفته اومده خواصی داره، نورانیتی داره، معنویتی داره. مادامی که گناه نکرده، گناه کرد دیگه اون از بین میره. گناه این خواص و این معنویت و این توشه‌ای که انسان توشه‌ای که در این ماه به دست آورده رو از بین میبره. پس یه مقدار به خودمون رو حفظ کنیم، حداقل مثلا تا 5-6 ماه 7-8 ماه تا نزدیکی ماه مبارک رمضان خودمون رو حفظ کنیم، حتی تا این 11 ماه خودمون رو نگه داریم تا باز دوباره ماه مبارک رمضان بیاد و باز دوباره شارژ بشیم. پس عمده چیزی که در این بعد از ماه مبارک رمضان که شیاطین باز شدند و دیگه همه اون چیزها درهای رحمت اونها دیگه مثل سابق باز نیست، عمدهش گناه هست. نکته بعدی که عرض می‌کنم، خب ما چه اشکال داره که این عادت‌هایی که در ماه مبارک رمضان داشتیم رو اینو ادامه بدیم؟ قرآن خوندن، دعا خوندن، نماز جماعت. خب ماه مبارک رمضان مسجدها شلوغ‌تر میشه، بهتر میشه. حالا چرا فقط ادامه بدیم؟ نماز که فقط مال ماه مبارک نیست، قرآن که مال ماه مبارک، حتی روزه که فقط مال ماه مبارک. بنابراین این برنامه‌هایی که داشتیم رو ادامه بدیم. اون جنبه‌ای که عرض کردم گناه جنبه سلبی داره، جنبه نفی داره، از بین میبره. حفظ این برنامه‌ها جنبه ایجابی داره. در نتیجه انسان این حالت رو برای خودش نگه میداره. و یکی از بهترین کارها
تداوم به رفت آمد به مسجده. یه فرمایش زیبایی از امام مجتبی علیه السلام داریم که می‌فرماید که من ادام الی المساجد، کسی که مسجد زیاد رفت آمد کنه 8 خصلت بهش میرسه، 8 تا فایده به دست میاره. یکی اینکه از گناه حفظ میشه، حالا یا حیاءً یا به هر چیز. یکی علم مستطرف، علم نو و تر و تازه گیرش میاد، دوست خوب پیدا میکنه. آیات محکمه اونجا هست. با رفت آمد به مساجد و تداوم بخشیدن به این رفت آمدها، اون خصلت‌ها از جمله حفظ خود انسان و گناه نکردن براش ایجاد میشه. این راه‌ها، اون دو نکته که اول عرض کردم مهمه. یک، ما یک سرمایه گرانسنگی داریم که شیاطین دنبالشن که حالا دیگه دستاشون هم باز شد. و دو، برنامه‌ای که در ماه مبارک رمضان داشتیم رو حفظ کنیم. اون اولی با گناه همراهی با شیطان میشه، همکاری با شیطان میشه و شیطان اون عرض کنم که یافته ما رو، اون سرمایه ما رو به غارت میبره. حفظ این برنامه هم انرژی رو اضافه میکنه و انسان تا سال آینده انشالله محافظت. خیلی ممنونم استاد. خب ما چون دیگه شما رو نداریم و امروز برنامه یاد خدا در ماه مبارک رمضان تمام میشه و آخرین روزی هست که خدمت شما هستیم، ولی در عین حال یک مناسبت ملی هم در پیش داریم 2-3 روز آینده به نام روز طبیعت، که حالا روز طبیعت اسم شیک کشه دیگه، اسم که همه میشناسنش 13 بدره میگن 13 بدر. یه سری اعتقادات برای روز 13 هست. اینو من از شما سوال بکنم، نظرتون رو بدونیم که اعتقاد به نحس بودن 13، روز 13 فروردین، عدد 13، مثلا توی نمیدونم هواپیما و اینا شماره مثلا 13 اون نیست، یا همین روز که در واقع میان یه سری اعمال انجام میدن، سبزه هایی که مثلا تو خونه بوده اینا رو میبرن برمیگردونن و میگن که مثلا نحسی بره از خونه بیرون، و یه سری اتفاقات این چنینی راجعش صحبت بکنیم ببینیم ماجرا چیه. این سنت ها که حالا راجع به عید نوروز هم که ما صحبت کردیم اشاراتی کردیم، اینا رو میشه به 2 بخش تقسیم کرد. اون سنت هایی که معقول، منطقی، انسانی و فایده توش هست، اونها رو اسلام امضا میکنه. اگه ممکنه تو 2 دقیقه پاسخ بدیم ممنون میشم. برسیم به دعاتون هم برسیم. اون سنت هایی است که معقوله، این که مثلا فرض کن انسان یه سری به طبیعت بزنه، یا اینکه دور هم جمع بشن و هم صله رحم باشه، هم خوش بگذرونن با هم. خب اینو مورد تایید اسلام هست. اما یه سری خرافات و یه سری کارهای احمقانه و یه سری از کارهایی که نه فایده دنیا توشه نه فایده آخرت توش، خب اسلام با اونا موافق نیست. مخصوصا اسلام با خرافه به شدت مخالفه. اینکه بخواد شما سبزه گره بزنید این شرکه. باید بگید گره زدن سبزه در سرنوشت من اثر داره، نه، سرنوشت رو خدا مشخص میکنه. یا اینکه مثلا 13 نحسه. کی گفته نحس؟ چه فرقی است بین 13 با 12؟ روز تولد آقا امیرالمومنین روز 13 رجب، یکی از بهترین روزها. ایام البیض از 13 شروع میشه. ایام البیض همه ماها از 13 شروع میشه. اینا خرافه است. اینا بیشتر اروپایی‌ها که حالا خودشون متمدن میدونن، شنیدم اونجا ساختماناشون طبقه 13 نداره، از 12 میره 14. این خرافه مال اونهاست و اونها هم به خرافه سزاوارترن تا مسلمان، چون مسلمان آیینی دارد، منطقی، محکم، استوار، عقلانی. حیفه که بخواد اینا آلوده به خرافه بکنه. بنابراین 13 هیچ موضوعیتی نداره. شما روز 13 میبینید بعضیا 7 ساعت 8 ساعت تو ترافیکن تا برن بیرون، 7-8 ساعت هم میخوام برگردن. این 15-30 ساعت مثلا وقتشون تو چیز ترافیک. چرا 13 باشه، 12 باشه، 14 برن؟ چرا باید اون روز باشه حتما برن طبیعت که این گرفتاری‌های مشکل گناهانی هم رخ میده که اون گناهان در واقع یکی از اون چیزهایی است که سرمایه ماه مبارک رو از بین میبره. باید حواسشون جمع کنن. اگه گناه نباشه، اگه حماقت نباشه، خرافه نباشه، مورد تایید اسلام هست. اگر باشه نه، مورد تایید اسلام هست. خیلی ممنونم استاد. تا دقایقی دیگه در به شهرالله به روی ما بسته میشه. ما خارج از این شهر قرار میگیریم تا 1 سال بعد آیا باشیم آیا نباشیم. این لحظات پایانی یاد خدام هست. دعاهای پایانی شما رو بشنویم و خداحافظ. بسم الله. رب صل علی محمد و آل محمد. خدای به حق
پیامبر و اهل بیتش آنچه که در این ماه و در همه سالها و همه بندگان خوبت اولیاء صالحت مرحمت فرمودی به این جمع دوستان بیننده و همه مؤمنین و مؤمنات مرحمت بفرما. الهی آمین. هر شر و بدی که از همه دوستانت، از همه اولیاءت، از همه پیامبران و اوصیا پیامبران برطرف فرمودی از این جمع و دوستان بیننده و همه مؤمنین و مؤمنات برطرف بفرما. الهی آمین. ماها رو در دنیا و آخرت لحظه از قرآن و اطاعت جدا نفرما. الهی آمین. این ماه مبارک رمضان را آخرین ماه مبارک رمضان عمر این جمع قرار نده. عمر پربرکت و طولانی به این جمع و همه عزیزان بیننده مرحمت بفرما. الهی آمین. شر و مکر دشمنان اسلام به ویژه آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از همه ما خوشنود بفرما. الهی آمین. ماها رو از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بده. الهی آمین. در فرج حضرتش تعجیل مرحمت بفرما. الهی آمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاسگزارم استاد محمدی شاهرودی عزیز، خدا خیرتون بده. ممنونم. خب من دو سه تا نکته عرض بکنم با شما خداحافظی بکنم. یکی این که یه ویژه برنامه همچین خوشگل و تر و تمیز به یاری خدا امشب حوالی ساعت 7:30 شب از صحن حضرت زهرا سلام الله علیها همین آستان مقدس خدمت شما خواهیم بود تا دیگه تاشو نمیدونم تا پاسی از شب دیگه با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده تاشو فعلا نمیگم دیگه، همینجوری هستیم دور هم تا ببینیم خدا چی میخواد. جایزه هایی که قرار بوده بدیم این پرچم های متبرک رو دوستان از همین امشب تماس میگیرن و یک یکی تقدیمشون میکنیم. برنده برنامه امروز رو هم امشب در همون برنامه ویژه برنامه که عرض کردم از 7:30 به بعد هست تقدیم شما خواهیم کرد. تشکر فراوان میکنم از تولیت محترم آستان مقدس حضرت آیت الله سعیدی، ان شاءالله سایه‌شون مستدام باشه، از مجموعه آستان مقدس، عزیزانی که در بخش صوت، رسانه، مراسمات زحمت کشیدن تا مجموعه برنامه‌های حرم به بهترین شکل روی آنتن شبکه‌های مختلف سیما بره. انشالله همه مأجور باشن و نگاه پرمهر حضرت محدث حضرت کریمه شامل حال هممون بشه. ازشون خودم شخصا بی‌نهایت تشکر میکنم. امیدوارم یاد خدا به دلشون، به دلتون نشسته باشه، به کار شما اومده باشه، براتون مفید بوده باشه. برامون نفس بزنید، شب عیدی دعا بکنید. شب عید خیلی احیاش سفارش شده و عبادت درش حالی دست داد. اهالی یاد خدا رو حتما از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. از آقای موسویان عزیز تهیه کننده برنامه‌مون هم خیلی تشکر میکنم و همین یه بیت تقدیم کنم به امام زمانمون. خداحافظ عرض میکنم یا صاحب الزمان روزه هجر تو از پای بینداخت مرا، کی شود با رطب وصل تو افطار کنم. اللهم عجل ولیک الفرج یا حق. خداحافظ. آقا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك ختامه مسك
نافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. ربنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على